آرامگاه خیام بزرگ. امروزم 3/6/1404 آرامگاه خیام بزرگ. خدمت برادران ابراهیمی، آقا جاوید، آقا احمد بشیر، حکیم ابوالقاسم عمر ابن ابراهیم ابن خیام نشابوری پس از 70 و چند سال زندگانی در سال 517 هجری قمری به رحمت ایزدی روحش شاد بی نظیر بود. جو آدما تا دنیا بشه اسمشو هست. سازنده ای و سازنده برج آزادی یکیه. نام عمر برداشتم. چی کار داری؟ حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نشابوری. اینجا دادشو برداشتن. عمر خیام نشابوری خیامشو برداشتن، عمرشو برداشتن. عمر ابن خیام نشابوری نشن خیام نشابوری. چی کار داریم؟ روحش شاد.